امروز ما باید خسرو کوزیت یکدیگر را بدانیم. از ناموس مسلمان بیشتر مولوی مشارکت کرد. دفاع فرض عین است. تقریبا شما مکلف هستید دفاع کنید. المدعي قرآن مؤمن بباقي المدعي قرآن جان بکف جاقی جنگ کفر و ایمان جان بکف جاقی جنگ کفر و ایمان. دوستان عزیز، ما امروز جمعه دهم جوزای سال 1404 ما مردم ولایت پروان با منظور نشان دادن ابراز همبستگی عقیدوی بین امت اسلامی اینجا تجمع نمودیم. ما امت اسلامی را امت خود دانسته غم و درد امت اسلامی را غم درد خود می‌دانیم. تجمع ما نشان یا از یکی از مظاهر همبستگی عقیدوی امت اسلامی است. ما در مورد یهود، ما در مورد قضیه ایغور چین، ما در مورد قضیه برما، ما در مورد قضیه لبنان میتونیم یک اندازه تحمل کنیم. در مورد سرزمین های دیگه میتونیم یک اندازه تحمل کنیم، مگم در مورد فلسطین، این سرزمین امت، این سرزمین واحد امت، این سرزمین رسول انبیا ما نمیتونیم تحمل کنیم. نعره تکبیر! المدعي قرآن مؤمن بباقي المدعي قرآن جان بکف جاقی جنگ کفر و ایمان جان بکف جاقی جنگ کفر و ایمان. الحمد لله الواحد القهار العزيز المتكبر الجبار. الحمد لله خلص الأفغانستان من تحت أسارة أمريكائية بمدة 20 سنة، وكذلك الحمد لله مره بين كاف ونون، وإذا أمرت فإنما يقول له كن فيكون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعره تكبير! لا إله إلا الله فرشم عزيزي ما زیر پای کافر شد دشمنان همه خندان زیر پای کافر شد دشمنان همه خندان. قدستان همین نالد اشک و خون همین بارد قدستان همین بالد اشک و خون همین بارد تا به کی به زنجیرم ای خدای مظلومان تا به کی به زنجیرم ای خدای مظلومان. السلام علیکم ورحمت الله تعالی و برکاته. یک پیام ما من حیث مولا امام مسجد رسمی مرکزی ولایت پروان به نام مسجد شامس قلندر که اسم خودم است مولوی رفیع الله سیف الجهاد. پیامم به تمام کشورهای اسلامی عرب و عجم همین است: اگر غیرت شهامت و غیرت اسلامی در وجودشان هست خودشان جهاد بکنند، چرا که به همراه فلسطین هم مرز هستند. اگر غیرت نداره فقط مرزها را رها بکنند. ما من حیث مولا امام مسجد رسمی شامس قلندر ولایت پروان اولین شخصی که من از جان خود دور میتا طرف اسرائیل میدم اول خودم میباشم. زما دا پیام ټول نړۍ ته د هغه ممالکو ته چې عجب عرب دي عجم دي. دغه زما پیام دی په حیث د یو مولا امام د مرکزی د ولایت پروان د افغانستان د شامس قلندر په نامه جماعت دی. دغه مرکز نه زه دغه غږ پورته کوم که چیرته دغه عرب او عجم دغه ممالک که چیرته دغه جهاد کولی شي، خو جهاد کې ځکه د دې هغه مرزونه فلسطین سره ټچ دي، او که چیرته جهاد نشي کولی نو هغه مرزونه د خوشي کې
ان شاء الله تعالی العزیز ما په شمول باندې د دې ټول په نمائندګۍ باندې اولین نفر چې د خپل ځان نه به واسکټ تاوي مین باغوندي او اسرائیل باندې به ورځي ان شاء الله چې هغه به زه خدای مظلومان مؤمنین بپاکیزید من ندای قرآن است جنگ کف جاخیزید جنگ کفر و ایمان است قبله شما بودن معشر مسلمان. من میخواهم 3 نکته را اشاره کنم. اول برای حکام، خصوصا برای حکام عرب، ای حکامی که امروز شما را قدرت و ثروت و شوکی فریب داده است متوجه باشید. فقط این را برای شما میگویم که از الله بترسید، نکنید بالاخره این ظلم، این سکوت شما بالاخره ظلم هست. در مقابل کفار ایستاده شوید و بالاخره در برابر مقابل کفار ایستاده شوید و از مردم فلسطین بالاخره دفاع بکنی. برای حکام عربی که الله متعال می فرماید ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، از شما یهود و نصارا راضی نمی شود تا اینکه در ملت آنها نری، تا اینکه پیروی از آنها نکنی. شما به کفار تکیه نکنید. برای حکام این پیام هست. دوم برای ملت میگویم ای ملت مسلمان افغانستان، تمام کشورها که از چشمشان به طرف ملت افغانستان هست و برای تمام کشورهای اسلامی که حکام خائن شدن، ظالم شدن، مهر سکوت را به خود بندیدن، شما ملت بالاخره کمک مالی و جانی برای برادران فلسطین خود داشته باشید. و همچنین پیام سوم برای حکام ظالم، خصوصا برای طاغوت زمان، ای طاغوت زمان، ای امریکا، هر چقدر بازی کرده میتوانی بازی کن. بالاخره نصرت و فتح و ظفر و پیروزی از آن مسلمان ها هست. همه تاریخ را بالاخره که شما مطالعه بکنید، دوز شما، دوز آقایان و باداران شما به خاک خون مالیده شده است. با تمام ملت مسلمان، خصوصا برای ملت فلسطین این را میگویم که پیروزی و نصر و فتح و ظفر از آن مسلمین هست، از آن مسلمان ها هست. این را متوجه باشید که الله متعال می فرماید نصر من الله و فتح قریب، نصر نزدیک هست، فتح و پیروزی از آن مسلمان ها هست. الله متعال توفیق عمل نصیب بگرداند. معشر مسلمان